اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. وزارت امور خارجه میگوید از اثر تلاش های سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری این کشور در کراچی 208 تن افغان از زندان های ایالات سند پاکستان آزاد و به هزینه دولتی به کشورشان فرستاده شدند. شاروالی کابل میگوید در نتیجه نظارت بر بازارها توسط مسئولین ناحیه 13 7 تن اجناس تاریخ تیر و بی‌کیفیت جمع‌آوری و جهت دفع به محل مشخص شده ارسال شد. دهاقین قندهار میگویند پس از فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله کشت کوکنار را متوقف نموده و به جای آن شروع به کشت گندم کرده اند. دگر جنرال غلام علی وحدت والی اسبق بامیان از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان از ترکیه به کشورش بازگشت. وزارت صنعت و تجارت میگوید به اساس راهنمود عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله بر رهبری سرپرست این وزارت آقای نورالدین عزیزی یک هیئت به ترخم و بلدک سفر نمود. به گفته مسئولین این وزارت هیئت اعزام شده مشکلات تاجران را بررسی خواهند نمود. مولوی مطیع الحق خالص سرپرست ریاست هلال احمر افغانی پس از عملیات جراحی کودکانی که به بیماری قلبی مبتلا شده بودند در ستاره مدیکال کمپلکس از ایشان دیدن نمود. اتاق صنعت و سرمایه گذاری هلمند مواد غذایی کمک شده تاجران این ولایت را برای خانواده های نیازمند آن ولایت توزیع کرد. به منظور فراهم نمودن تسهیلات به هموطنان از سوی افغانستان بانک بعضی محدودیت ها برداشته شد. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه به مناسبت روز جهانی صحت گفت وزارت صحت عامه متعهد است که برای سلامت هر شهروند تلاش کند و خدمات صحی معیاری را به مناطق دورافتاده کشور ارائه خواهند کرد.